بیایید راجع به کمبود 3 ماده معدنی صحبت کنیم که به سندروم تونل کارپل ختم میشه. تحمل درد سیاتیک میتونه بسیار سخت باشه چون پشت پاها تا ستون فقرات رو درگیر میکنه و میتونه واقعا شما رو موقع نشستن یا رانندگی عذاب بده و حتی بعضی مواقع مردم به عمل جراحی روی میارن در صورتی که همیشه نیازی به این کار نیست. در کل این 3 ویتامین نقش مهمی در سیستم عصبی دارن، مخصوصاً دردهای سیاتیک و سندروم تونل کارپل، یعنی درد داشتن یا احساس بی‌حسی در مچ دست شما. اول با ویتامین B6 شروع می‌کنیم. بهش میگن پایروداکسین. انواع مختلفی از B6 پایروداکسین وجود داره. ما نوع غیر فعال اون رو داریم که باید در کبد به نوع فعال تبدیل بشه. ویتامین B6 در سیستم عصبی بدن نقش بسیار مهمی داره و همچنین در بیشتر از 160 آنزیم مختلف نقش داره. کمبود این ویتامین میتونه مشکلات زیادی رو ایجاد کنه، اما ما فقط میخوایم روی مشکلات عصبی تمرکز کنیم. B6 به ساخته شدن غشای مایلین کمک میکنه و این فقط یکی از وظایف B6. مایلین لایه حفاظت کننده دور عصب هاست. وقتی این پوشش رو از دست میدین، اون عصب از کار میفته و شما پیام‌هایی به صورت حس سوختن، بی‌حسی یا دردهای ریز دریافت میکنید. پروتئینی که باعث ساخت مایلین میشه، نوعی چربیه که به ویتامین B6 وابستگی داره. همچنین B6 ناقل‌های عصبی رو میسازه و راه‌های ارتباط بین عصب‌ها که در مسیر سیستم عصبی عبور میکنن که با هورمون‌ها متفاوتن. هورمون‌ها از جریان خون عبور میکنن، اما هورمون‌های سروتونین و دوپامین هم به ویتامین B6 مربوط میشن. ویتامین B6 مخصوصاً برای عصب‌های احساسی بیشتر مهمه تا عصب‌های حرکتی. ویتامین B6 روی عصب‌های چشم ما هم تأثیر داره و اگه اونو کم داشته باشیم ممکنه دچار مایاپتی بشیم، یعنی نزدیک بینی، و در دیدن اجسام دور مشکل پیدا می‌کنیم. کمبود B6 همینطور به تشنج‌ها مربوط میشه و اگر کسی از تشنج رنج میبره حتما باید ویتامین B6 مصرف کنه. اما یک پارادوکس و معما راجع به B6 وجود داره که میخوام راجع بهش صحبت کنم. چون با اینکه خیلی ها مقدار زیادی از ویتامین B6 رو مصرف میکنن، باز هم دچار علائم کمبود ویتامین B6 میشن. این یک مقدار عجیبه و میخوام توضیح بدم که دقیقاً چرا این اتفاق میفته. ما در واقع 2 نوع ویتامین B6 داریم، نوع فعال و نوع غیر فعال، و این 2 نوع میتونن با هم در تضاد باشن. به عنوان مثال اگر شما نوع غیر فعال ویتامین B6 یعنی پایروداکسین رو مصرف کنید، ممکنه باعث جلوگیری از جذب نوع فعال اون بشید که باعث کمبود ویتامین B6 میشه و مشکلات عصب‌های حسی رو به وجود میاره. و حالا به این فکر کنید مقدار مصرف مورد نیاز برای ویتامین B6 فعال خیلی کمه، مثلا 1.4 تا 2.1 میلی گرم. خب اگر شما ویتامین B6 رو به صورت قرص خریداری کنید، میبینید که به شما دوزهای 50 یا 100 و برخی اوقات 250 میلی گرمی داده میشه و این یعنی 200 برابر بیشتر از مقدار مورد نیاز مصرف. و بیشتر مواقع مردم فرق بین این 2 نوع از ویتامین B6 رو نمیدونن و در آخر مقدار زیادی از نوع غیر فعال این ویتامین رو مصرف میکنن که باعث مسمومیت B6 میشه و در نهایت باعث مشکلات عصبی. اصل مطلب اینه که اگر کمبود ویتامین B6 دارید، به شما مصرف نوع فعال اون رو پیشنهاد میکنیم. اما چیزی که باید بدونید اینه که تقریبا نیمی از مکمل‌های فروخته شده ویتامین B6 به صورت غیر فعاله. پس ممکنه بدون اینکه اطلاع داشته باشیم مقدار زیادی از ویتامین B6 غیر فعال بهتون بدن. پس از کجا بفهمیم که یک نفر ویتامین B6 اشتباه مصرف کرده؟ زمانی که در دستگاه گوارش یا معده التهاب پیدا کنید یا مشکلات روده پیدا کنید. همینطور که سنمون بالاتر میره، کیسه صفرا پرتر میشه و جذب ویتامین B6 رو سخت‌تر میکنه. خوردن برخی داروها هم میتونه جذب B6 رو متوقف کنه، مثل الکل، قرص‌های ضد بارداری یا حتی مشکلات ژنتیکی که در آزمایش معلوم میشه. همه این موارد میتونه در تبدیل شدن ویتامین B6 به نوع فعال اختلال ایجاد کنه. پس در این جور موارد باید بیشتر از ویتامین B6 فعال مصرف کنید تا جبران بشه.
ممکنه شما نتونید همه ویتامین B6 مورد نیازتون رو از غذاها تامین کنید، چون غذاهایی که ویتامین B6 دارن پروتئین‌های حیوانی هستند، مثل گوشت و محصولات حیوانی دیگه. و اگر گیاهخوار باشید، خیلی احتمال کمبود ویتامین B6 در بدن شما بیشتره. نوع ویتامین B6 داخل گیاهان همزیستی مورد نیاز رو نداره. همچنین اگر سیگار میکشید یا دیابت دارید، ممکنه کمبود B6 داشته باشید. قهوه زیاد هم باعث کاهش B6 میشه. ویتامین بعدی که خیلی برای سیستم عصبی بدن اهمیت داره، ویتامین B12 است. کمبود B12 خودش رو از شما مخفی میکنه و تا به خودتون بیاید میبینید که خیلی وقت از کمبود B12 رنج میبرید. کمبود این ویتامین میتونه مشکلات بزرگ و تخریب‌های زیادی ایجاد کنه. ویتامین B12 با غشای مایلین در ارتباطه. این همون پوششیه که عصب رو در بر میگیره و به عصب‌ها اجازه میده پیام‌های عصبی رو بفرستن. شما بدون B12 نمیتونید مایلین داشته باشید. B12 کلاً در رابطه با بازسازی عصب‌ها، تولید مایلین و عامل رشد عصبی کار میکنه. پس B12 خیلی مهمه و به شما پیشنهاد میکنیم به جای نوع مصنوعی اون به اسم ساینوکوبالامین، نوع طبیعیش رو مصرف کنید که متیل کوبالامین نام داره. و همون دلایلی که باعث میشه شما کمبود B6 داشته باشید، ممکنه باعث کمبود B12 هم بشه. مثل نوشیدن الکل زیاد، داشتن دیابت، مصرف قرص‌های ضد بارداری و مخصوصاً ژنتیک که خیلی یافت میشه و همینطور کم بودن اسید معده باعث جذب پایین B12 میشه. حالا از کجا بفهمیم که اسید معده به مقدار کافی نداریم؟ از دچار شدن به ریفلاکس معده متوجه میشید. اگر به ریفلاکس یا التهاب معده دچار هستید، این دو میتونه باعث کمبود ویتامین B12 در بدن شما بشه. اما دو دلیل اصلی وجود داره که مردم کمبود ویتامین B12 دارن. یکی این که محصولات حیوانی را مصرف نمی کنن. دلیل دیگر اون ژنتیکه. برای حل مشکل کمبود B12 بر اثر موارد ژنتیکی باید همیشه نوع طبیعی ویتامین B12 یعنی متیل کوبالامین رو مصرف کنید. یک دلیل دیگه کمبود ویتامین B12 میتونه مصرف زیاد فولیک اسید باشه که میتونه کم کم باعث کمبود ویتامین B12 بشه. ویتامین بعدی ویتامین B1. معمولاً افرادی که نوروپاتی دارن یا به دیابت مبتلا هستند این مشکل رو دارن و از کمبود B1 رنج میبرن. اصولاً افرادی که در برابر انسولین مقاومت نشون میدن، چون کار اصلی ویتامین B1 هضم کردن و متابولیسم کربوهیدرات ها و قند هاست. پس هر چقدر کربوهیدرات یا قند بیشتری بخورید، برای هضم کردنش به ویتامین B1 بیشتری نیاز دارید و دچار مشکلات عصبی در کف پاهاتون میشید و این ممکنه در دستاتون هم رخ بده. این مشکلات میتونه به سندروم های دیگه مثل سیاتیک هم ختم بشه. پس اگه کربوهیدرات زیادی مصرف میکنید و اگه به دیابت هم مبتلا هستید، حتما ویتامین B1 رو در لیست قرار بدین. نوشیدن قهوه و چای زیاد هم میتونه باعث کمبود B1 بشه و کار اصلی ویتامین B1 رسوندن خون و برقراری جریان خون در دستگاه عصبیه. بدون ویتامین B1 دستگاه عصبی شما گشنه میمونه و نمیتونه خون و اکسیژن مورد نیازش رو دریافت کنه و مشکلات خیلی زیادی درست میشه. مکمل ویتامین B1 پیشنهادی بنفوتیامین نام داره که نوعی چربی حل نشدنی ویتامین B1 محسوب میشه که عصبهای شما رو تا 1/4 قوی تر میکنه و برای پوشش مایلین دور عصبها هم عالیه. ویتامین B1 یک نوعی از آنتی اکسیدان قوی هم محسوب میشه که میتونه مشکلاتی که از دیابت به وجود میاد رو هم بهبود ببخشه. فقط به عصبهایی که در عضلات شماست ختم نمیشه، بلکه عصبهای چشم و بافتهای قلب و کلیه رو هم در بر میگیره. اگر به سیاتیک دچارید، این 3 ویتامین کمک بزرگی بهتون میکنه. دلیل دیگری هم برای سیاتیک وجود داره. اونم اینه که ستون فقرات شما شکل عادی خودش رو از دست داده که ویدیوی مربوط به اون مشکل هم ساخته خواهد شد.